پرتاب به سود بازیکنان ابو مسلم. میثم با او در اون منطقه جریمه، خود با او و توی دروازه ابو مسلم 1 پیروزی 0 با ضربه میثم با او. یه لحظه اونجا سپهر حیدری داشت بحث میکرد که اوت مال کیه به هر شکل. از این فرصت بازیکنان ابو مسلم استفاده کردن و میثم با او این چنین هواداران ابو مسلم رو در ورزشگاه سامن الائمه در مشهد مقدس خوشحال میکنه. ابو مسلم خود با او نگه میداره رو به عقب برای حق دوست. سعید خانی میبره توپ رو به سمت راست، عالی هم این کار رو انجام داد. ارسال توپ روی دروازه، یه بار دیگه موقعیت، حالا ببینیم این توپ و توی دروازه و باز هم میثم با او دروازه پیروزی تهران رو باز میکنه. ابو مسلم 2 پیروزی 0 با ضربه میثم با او. دقیقه 26 نیمه اول. مثل گل اول هم خوشحالیش رو به همون شکل نشان میده. تصویر آهسته رو مشاهده میکنید، این حرکت با اوست و این ضربه که به این شکل توپ در درون دروازه جای گرفت. از این نما ببینید تصویر آهسته رو، حرکت با او و ضربه او که در درون دروازه. تیم ملی فوتبال کشورمون به رقابت‌های جام جهانی 2010 کشور آفریقای جنوبی باشیم، چیزی که آرزوی همه علاقه‌مندان به فوتبال در ایران هست. پژمان، نیکبخت، حالا ببینیم توپ رو میتونه کنترل کنه یا نه. این ضربه و حالا توی دروازه ضربه علی کریمی گلزنی میکنه برای تیم پیروزی تهران. ابو مسلم 2 پیروزی 1 با ضربه علی کریمی در دقیقه 39. صحبت میکنه اونجا کریمی با نیکبخت و دیگر بازیکنان تیم پیروزی. شهاب گردان رو مشاهده میفرمایید که به هر شکل دروازش باز شد. از این نما ببینید ضربه سر علی کریمی رو. با او اولروم، خورسندی، ازهری، بیات، رزاقی و حقدوست در نیمه دوم بازی میکنن. مربی پیروزی آقای قطبی و مربی ابو مسلم هم آقای برگیزر هستن. قضاوت این دیدار هم برعهده آقای خودداد افشاریان است که آقایان کریمی و احمدیشون رو در امر قضاوتگاری میدن. داور چهارم هم آقای اسدی هستن. یه بار دیگه موقعیت، یه ضربه سر علی کریمی و گل. علی کریمی حساب کار رو 2-2 میکنه. دقیقه 48. خب حالا 2 بازیکن 2 گله در این مسابقه داریم. هر 2 گل ابو مسلم رو با او زده و هر 2 گل پیروزی رو علی کریمی کاپیتان پیروزی در این دیدار. تصویرهای سر رو ببینید، باز هم نیکبخت ساخت همانند گل اول و این خروج‌های نامطمئن شهاب گردان و توپی که
در درون دروازه جای گرفت. پیروزی 2، ابو مسلم 2. خیلی زود گل مساوی رو زدن و حالا همه چیز از نو آغاز میشه. خانی باز هم میثم با او راه میندازه اولرام رو. حالا موقعیت ببینیم چه خواهد کرد. اولرام دروازه خالی است و توی دروازه گل سوم برای بازیکنان ابو مسلم و ضربه داوود دانشدوست با این خوشحالی های عجیب و غریب خودش. ابو مسلم 3، پیروزی 2. تماشاگران حاضر در ورزشگاه رو مشاهده میکنید. هواداران تیم ابو مسلم که خوشحال هستن. یه لحظه اونجا باز هم اولرام داشت توپ رو از دست میداد، اما داوود دانشدوست این بار به کمکش آمد و توپ رو در درون دروازه جای داد. تصویر رو ببینید، این حرکت و این ضربه که توی دروازه توپ قرار میگیره. مجتبی شیری رو خود میثم با او درون منطقه جریمه. اولرام یه بار دیگه و توی دروازه و این بار سعید خانی دروازه تیم پیروزی تهران رو باز میکنه. یک نتیجه عجیب در ورزشگاه سامر. کاپیتان تیم ابو مسلم گل میزنه. این سمت رو ببینید، سعید چاچویی در آغوش شهاب گردان. سعید خانی برای بار 4م دروازه تیم پیروزی رو باز میکنه. یه فکری واقعا باید به حال خط دفاعی تیم خودش بکنه آقای افشین قطبی. تصویر آهسته رو ببینید و ضربه تمام کننده سعید خانی رو. این حرکت اولرام و این ضربه سعید خانی که توی دروازه قرار گرفت. از نماهای مختلف گل 4م رو ببینید. امیدواریم حداقل تا رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا موفق شده شکست بده تیم پیروزی تهران رو. باز هم حرکت دکارمو، ارسال تو، یه ضربه سر و علی کریمی گل میزنه. علی کریمی باز هم گلزنی میکنه برای تیم پیروزی تهران و هتریک خودش رو کامل میکنه. ابو مسلم 4، پیروزی 3. خب ناراحت هم هست، بالاخره یکم دیر هم گلزنی کرده، حداقل برای تیمش هنوز بازی مساوی نشده. ضربه سر قشنگی رو زد علی کریمی. از این نوا ببینید سانتر دکارمو و ضربه سر زیبای علی کریمی.